محترم جناب عالی امام علی رحمان، از شما ما جنبستانه بسیار خواهش میکنیم که همه به داد ما برسیم. ما یک گروه امانتگزاران بانک تاج پرامبانک 5 سال می شود که داد ای دست بانک ملی، داد ای دست بانک تاج پرامبانک داد وای داریم. در یک حالت وزمین گرفتاریم، مخصوص همون نفرهایی که معیوبن، بیوزنن، بیچارهن، کم غذاءتن، سن سالشون رفتگی در نفقه هم، دوست پول پنسیه میگیرن. همین نفرها بسیار حال زندگیشون به یک درجه وزمین، در یک درجه وزمین گرفتارن همشون. از شما همه ما جناب عالی بازم باشه احترامانه خواهش میکنیم برای ما یک ذره کمک بکنیم، یک ذره دقت بکنیم برای ما که ما در همین سال یکمین بار به شما مراجعت کردیم. این همین درد دل ما فقط برای شما گفتیم، همین را گفته ایستاده. بانک ملی ما را قبول نمیکنه. روزای شنبه روزی قبولشان میآییم. یعنی حاضر از خود بانک ملی آمدیم، از ساعت 8 تا ساعت 11 در همون دهلیز بانک ملی شیشتگی بودیم. راست ایستادگی، راست جای شیشتن نیست اونجا. ما که یک پایم تماما کار نمیکنم. از دست همین بانک 6 ماه بیشتری بودم. همین قدر احترامانه خواهش کردیم، طلب کردیم، قبول ما نکردن. ما گفتیم که یک کلمه گپ آخران داریم که همون گپ ما به همین معاون رئیس برسانیم. قبول ایروز قبول طالب زاده بوده است. این طالب زاده همین خیلی آدمی بوده است که هر کس قبول نمیکرده است. حالا که ما شهروند همین تاجیکستان هستیم، امانتگزار همین بانک تاج پرامبانک هستیم. ما از یگان مملکت خارجه که نیامدیم، این مملکت تاجیکستان هستیم، ملت من تاجیک هستیم. قبول ما نکردن. 3 ساعت در همینجا زوره کردیم، ناله کردیم. اخیر از در برآوردن، من در محکم کردن ساعت 11 روز. پشت در همین قدر تق کردیم، همین قدر که احترام کردیم. همین کارمندای اهمیتیشان برآمدن، نسبت ما بسیار دغلانه رفتار کردن. همین قدر دغلانه رفتار کردن که دیگر ما یگان در جواب گپی بیان ما سوال دیگر یگان گپ پیدا نکردیم. دیگر این چیز دیگر خاطر ما جمع کردیم و برآمدیم و رفتیم. دیگر چی بکنیم؟ از خاطر همین بانک تاج پرامبانک گفتن هستم که یک نفرش که ترمه کردن، زیایف که ترمه شد. دیوم نفر شریپوف تقدیر من نمیدونم به کدام سبب باشد که یک طرفه کردن، از کار خارج کردن. امی 3 نفری که پیدا کردن آوردن شریف و فیروز. 7 ماه باز که در اینجا کار میکنن، هیچ کار کردن اون معلوم نیست. اون نه گپ زده میتوند، با فکر مونه از سواد کافی دارد، اون نه یک حقلی رسا دارد، نه به مردم مناسبت کرده میتوند. فقط غیر از دغلانه رفتار کردن و به سوادانه همه خیلی مراجعت کردن، مناسبت کردن شد. دیگر از اون ما هیچ چیز ندیدیم. ما گفتیم که همین پروکراتور گنرالی ما را همچون جبر دیده اعتراف نکردن، همین مدیرت جبر دیده اعتراف کرده گیم. ما پیش او خواهش کردیم، در آمدیم گفتیم روز دوشنبه 24 و 25 می همین شما همچون جبر دیده اعتراف شده گیم. همون من امانتگزار همین از زیایف 180 میلیون ده امانت بگم که اموال گرفتن. همین پروکراتور گنرالی، برای پروکراتور گنرالی یک جوان تشکر میگویم که برای ما بسیار کمکی کلان کرد. ما را همچون جبر دیده اعتراف هم که نکرده باشد، همین اموالا را از زیایف گرفت، نرخمانی کردن، در سود سینا پیشنهاد کردن. این برای ما یک کمک بسیار کلان است. ما بسیار تشکری میگیم به پروکراتور گنرالی صوفی زاده
با همچه با دیگر با خود گنرال پرکرور همیره در نزد وی در آمدیم گفتیم که محترم مدیر همیره شما رفته طلب بکنین برای به خاطر که شما همچون جبر دیده احتراف شده گین این گپه که 7 ماه باز ما در گوش اون میخوانیم تکرارا میگویم که شما جبر دیده هستین رفته همه اموال طلب بکنیم بگیریم بیارین در بانک مثلا قانون خودش چکلی باشه به همون مناسبت بکنین همین کار تا به آخر برسانه که مردم یک چنین چیم که باشه پولش بگیره با گپ ما هیچ تماما یگان احتراف نگان بگم که نه احتراف کرد گپی ما را نه بعد نسبت گپی ما یگان مناسبت یگان چیزی خوب کرد از همین بگم از همین عصبی خراب از همین چیز دولین من در 200 برآمد سکاری پامش فیراد کردیم یاری تعجیلی آمد چند تا وکال کرد دولین مرا سنجید قلبی مرا کاردیوگرام کرد مقصد در یک حالت وزمین موندیم ساعت 5 بیگاه شده یک مکتوب تیار نمیکنه که همون مکتوب برای ما در سود بسپاریم به خاطر طلب کردنی همون اموالا مقصد همین اموالا در همون سود هم خیلی مانده است یگان کار کردن نمیخواه نسبت امانتگزاران یگان دقت نمیتیه بانک ملی اگر ما رفتنی شویم نسبت من همین کارا یگان سر و کار و گپ بزنیم اگر بانک ملی ما را قبول نمیکنه به همین خاطر در یک حالت ناگوار ماندیم این همین زنه که شوهرش خودش آویخت از دست بانک ملی داد از دست تاجپرابنک گفته خودش آویخت خودش کشت ایش باشد شتون مورست همین خیلی معیوب شدگی که راه گشته نمیتوند این باشد از همین دردی چشم بے پولی از خاطر بے پولی و بے مالی چشم تماما کور شد آخر من درباره خودم دیگر گپ زدن نمیتونم که من در این مدت 5 سال در چی احوال من گرفتارم من باشم رئیس کمیته همه قرضدهان رئیس کمیته همه امانتگزارا هستم همین کفیل 150 نفر در گردن من از تنی همین 150 نفر من فقط دو میکنم همین بگم که همین کارا را با یک جا برسانم گفته حرکت میکنم بازم باشه از شما به خیلی احترامانه خواهش داریم که برای ما یک کمک خود را دریغ ندارید محترم جناب عالی ما هم میخواهیم که با ما کمک خود را دریغ ندارید همین مسئله ما رو حل کنیم